سلام. عجله کنید امشب و هر شب نمایش ذلت همراه با دود و دم عزت در جمعه بازار ولایت با شرکت فسیل عمامدار موحدی کرمانی. این شباب و این ناله های کشدار و زوزه های خشدار و عربده های فشدار. آقای کریب و خانم شغمن خیلی بی‌ادبی کردند، کلمات زشتی گفتند که این زشتی لایق خود اونهاست. خانم شرمن میگوید که ایران با پول ما به فقرا داد. الله اکبر. واقعا پررویی است. پول آمریکا، پول مال ایرانه. شما پول رو قبضه کردید، یک نوع دزدی است، دزد شدید. حالا به برکت مذاکره یه مبلغی از این پول خودمون رو به ما دارن برمیگردونن. این شد پول شما که با پول ما فقرا رو تأمین کردن. همه این قرقرا رو ول کن، برکت مذاکرات رو بچسب. معلوم نیست باید پارس کردن به شیطان بزرگ رو باور کنیم یا مذاکرات پربرکت رو. فکر کنم قبل از همه اینا باید فلاکت عظما رو باور کنیم که بعد از اولین جام زهر حالا دارن بقیه جاما رو واسش سرو میکنن. نوش جان. آمریکا خیلی بالا رفته. در یک جمله میگویند که مسئله فقط هسته بمب اتمی نیست. زمزمه این رو دارن که ما به سراغ موشک‌های بالستیک هم میریم. عجب. در جمله دیگری میگوین این دو مسئول فتنه 88 هر چه زودتر باید از حصر خارج بشن که با این بیان دیگه آبرویی برای این دو نفر باقی نمونده. میگویند ایران باید دست از حمایت از تروریستا برداره. تروریستا کیا هستند؟ اونها مقصودشون حزب الله هست. اوه بیگی منو خیلی خیته که احتمالا پس فردا سیدعلی باید موهاشو میکروبی بزنه، ریششم بتراشه، بعد جای نرمش قهرمانانه با حداد قاطر چاچا برقصه. خب حالا ببینیم این نماینده کبک زده ولایت چه پیشنهادی برای مقابله با نظام سلطه داره. اونها از نجابت و روح آرام و متواضعانه وزیر خارجه ما آقای دکتر ظریف سوء استفاده کردند. هرچی ایشان ادب بیشتر در مذاکره نشان داده، اونها بی‌ادب‌تر شدند. وزارت خارجه باید در مقابل این متکبرین تکبر نشون دهد. زپلشک بابا، مثل این که تو حالیت نیست. دارن چارپایه رو از زیر ولایت میکشن، بعد تو میگی تکبر نشون بدی. اگه راه حل ولایی اینه، پس تیغکشای عظما تو کیهان و جوان چی میگن؟ راهبرد تحقیر ملی پس از تعلیق. ظریف و روحانی هر روز که از خواب پا میشوند به یک باره با تریبون‌های متعددی مواجه میشوند که در آمریکا وظیفه تحقیر ملی ایرانیان را با رصد اتفاقات و اختلافات درون ایران بر عهده گرفتند. در برابر این تحقیرها حتی همان واکنش منفعلانه را از دولت محترم ندیدیم. به هر حال دولت اعتدال و تیم هسته‌ای بهتر است خود را برای مقابله با راهبرد جدید آمریکایی ها آماده کنند. با این تریبون‌های منفعل و شکسته نمیتوان روی کردی انقلابی با تحقیرهای آمریکا داشت. اون از روزخونی و توصیه‌های ملین نماینده ولایت، اینم از تیغ کشی جوجلات‌های ولایت. از همین دو واکنش میشه داستان رو توی یه جمله موشکافی کرد. نتیجه موشکافی اینه آقا، باند ولایت آش و لاشه. آقا جسم ناقص ولایت در حال تجزیه است.
این نفله نمیتونه پا پس بکشه، نمیتونه بگازه. به قول معروف شاعر میگه زهر نخوره خفه میشه، زهر بخوره چپه میشه. بندازه بالا زهرو میچینن اون دنبشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دنبشو. هاشمی از عاقبتش ترسیده، ماست و خیار و جام زهرو چیده. سیدلی جای این که لب تر کنه، منقل و بمب و هسته رو چسبیده. غنی کنه بمبشو، صاف میکنن فکشو. غنی کنه بمبشو، صاف میکنن فکشو. بندازه بالا زهرو میچینن اون دنبشو، بندازه بالا زهرو میچینن اون دنبشو. موشکار